امروز میخوام داستان پسری رو براتون تعریف کنم که مشهور به جانی 13-16 ساله است که به تمام زنهای داخل خونه رو حامله میکنه، حتی خواهرش. به کانال فیلم هاب خوش اومدید. امروز میپردازیم به داستان فیلم What Every French Woman. در ابتدای داستان پسری به اسم راجر رو میبینید که به خاطر تعطیلات مدارس داره به خونه برمیگرده و مادرش یکی از خدمتکارهای خونه به اسم مری رو فرستاده تا راجر رو بیاره. ماجرا از اینجا شروع میشه که راجر چشمش به پرتغاله مری میفته و بعد جوری هم هیزبازی در میاره. البته که هم متوجه قضیه میشه و فقط لبخند میزنه و میخنده تا به این که میرسن به خونه و مادر و خاله راجر میان با استقبالش. بعد از احوال پرسی مادرش متوجه لکه سفیدی رو شلوارش میشه و میپرسه چیه. خالش میگه زیاد سخت نگیر، تو این سن طبیعیه، بذار خودم تمیزش میکنم. و در اینجا متوجه میشیم که راجر یه خواهر کوچیکم داره. بعد این خوش آمدگویی راجر به همراه مری میره داخل جنگل که مری برمیگرده و میگه یه لحظه صبر کن که الان میام. کمی جلوتر در حالت ایستادگی آبیاری میکنه به همراه آب نمکش و راجر در همین لحظه چشاش گرد میشه و میگه این دیگه چه مدلشه، از هیکلت خجالت بکش پیری نفله. بعد از تمام شدن کار مری میگه بزن بریم که کلی کار داریم. راجر بعد از تمام کردن کارش میره و یه چرخی بزنه تو جنگل که در حین راه رفتن گوساله جلو پاشو نمیبینه و میخوره زمین. همین که میخوره زمین یه دفعه متوجه یه صدای عجیبی میشه و یواش یواش میره سمت صدا و بله میبینه که جنیفر داره با یکی پوفیوز بیناموسی میکنه. بعد جنیفر راجر رو میبینه و بهش میگه به به خوش اومدی ارباب جوان، که راجر سری الفرار و برقرار میکنه. بعد این ماجرا شب راجر وقتی که برای خواب آماده میشه متوجه صدای از داخل رابله میشه. یواشکی میره و نگاه میکنه، بله خدمتکار خونه در حال پوفیوز بیناموسی معلوم نیست با کدوم دریوسی هستش. به اندازه کمتر از 2 دقیقه چه عرض کنم، 1 دقیقه هم نمیکشه اون خدا زده تخلیه میکنه چو. بعد با کمال سربلندی و افتخار میره مرحله بعد. راجر که افسرده میاد بخوابه که یهو خواهر کوچیکش مثل روح از زیر پتو پدیدار میشه و میدونستی خاله الکسیس تا حالا باکره مونده؟ نه خدایی توی الف بچه چی میدونی آخه. ساعت اطلاعات بچه های اونا توجه زمان چقدر بالا بوده. ای خدا ای خدا. راجر هم میگه واقعا چرا آخه خواهرش میگه چرا از مردم میترسه و نمیتونه نزدیکشون بشه، تو باید کمکش کنی. و راجر هم میگه بس برو خودم حلش میکنم. فردای همون شب میرن جایی که خدمتکارها برای نظافت میرن که دیدشون بزنه راجر. و جالب اینه که خواهرم اومده همراهش، عجب اکیپی شدن دیوسا. در همین به مردم سر کلش رو پیدا میشه و به عمدن دوزهای خوردشون رو در میارن و آب برکه رو مزین میکنن به همون کثافتشون، ولی هدفشون نشون دادن بوده، اینو که ما هم میفهمیم. جنیفر هم کم نمیاره میگه ما هم داریم. کی آقا امیر میگه نشون بده ببینیم چی داری. راجر هم فیض کامل میبره. حالا پدر و خواهر بزرگ راجر هم از مسافرت برگشتن خونه.